یه روزی توی یه لحظه خاصی بعد چند دهه زندگی توی میان سالیت یهو متوجه میشی که این همه سال رو تو قالب شخصیتی زندگی کردی که اصلا مال تو نبوده. این همه سال نقش یکی دیگر رو بازی کردی بدون اینکه خودت متوجه بشی. اون لحظه ممکنه که چند تا حس بیاد سراغت. ممکنه بترسی. ترس از کسی که این همه سال فکر میکردی خودتی. ممکنه سردرگم بشی از اینکه پس خود واقعیت کیه. ممکنه غمگین بشی. غمگین از اینکه این همه سالت رو از دست دادی. همه این احساسات طبیعیه، ولی یه سهمی هم برای خوشحالی بذار. خوشحال از اینکه جزو معدود افرادی هستی که قبل مرگشون به این آگاهی رسیدن. من سودا نصری هستم، روانشناس. ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنین و به دوستاتون معرفی کنین و به این شکل از من حمایت کنین. یکی از حقیقت‌های تلخ زندگی که متاسفانه خیلیامونم گرفتارش هستیم رانگ سلف یا خود غلطمونه که یه عمر گولشو خوردیم و فکر کردیم خود واقعیمونه. خود غلط چیزیه که باعث میشه ما به بیماری‌های زیادی دچار بشیم، وارد رابطه‌های غلط بشیم، کاری رو که دوست نداریم و چندین سال ادامه بدیم و شکست‌های روحی زیادی رو تجربه کنیم. حالا از کجا بفهمیم که رانگ سلف داریم؟ یکی از نشونه‌هاش اینه وقتی به خودتون یا به یک کسی دیگه میگین که نمیدونم چرا این کار رو انجام دادم ولی نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم، احتمالاً دچار خود اشتباه شدیم. اگه توی زندگیتون الگوهای اشتباهی رو دارین تکرار میکنین، باید شک کنین که یه جای کار داره میلنگه. اگه وارد روابط اشتباه تکراری میشین، اگه آدمای خاصی رو برای دوستی انتخاب میکنین، باید یه استاپ جهت تفکر به خودتون بدین. معمولاً آدم‌ها اینو ربط میدن به شانس و قسمت و سرنوشت من اینه و از این حرفا، ولی غافل از این که اگه خود واقعیشون رو کشف کنن، اگه به خودشون اجازه تغییر بدن، متوجه میشن که این چیزی که سرشون اومده مربوط به شانس و قسمت نیست، بلکه خود اشتباهشون بوده که این بلا رو سرشون آورده. اما چیزی که واضحه و منم همیشه میگم اینه که تغییر دردناکه، خیلی هم دردناکه. جوری آدما ازش میترسن که حاضرن توی موقعیت سمی و مسخرهشون بمونن ولی تغییر نکنن. تغییر اولش سخته، خدایی جرأت و جسارت میخواد، ولی بعدش کل مسیر زندگیتون رو تغییر میده. جلوه های از زندگی رو بهتون نشون میده که شگفت زده میشین. به خودتون میگین کاش این قدم اول رو زودتر برداشته بودم. بعد این مرحله دیگه نمیتونین اون نادون خوشحالی که بودین باشین. مسئله خوشحالی نیست، مسئله نادونیه. توی این مسیر شما اون نادون الکی خوشحال رو دارین میکوبین و از اول میخواین با آگاهی خودتون رو بسازین. توی مسیر تخریب هست، موانع هست، درد هست، ولی نتیجه فوق‌العاده زیبا خواهد بود. توی این مسیر ممکنه که خیلی از دوستا و آشنایی قدیمیتون رو از دست بدین. ممکنه که از پارتنرتون جدا بشین. ممکنه خیلی از کسایی که خود غلط شما رو دوست داشتن ازتون دور بشن و خود واقعیتون رو نتونن تحمل کنن. این هم شما رو نترسونه. توی مسیر شاید یه مدت تنها باشین و دلتون بشکنه، ولی اونی که هم مسیر با خود واقعی شماست به زودی پیداش میشه. حتی اگه یه روز از عمرتون مونده باشه، ارزش داره که اون یه روز رو با آگاهی از خود واقعیتون زندگی کنین. فکر نکنین دیر شده. اخیراً پژوهشگرا کشف کردن ساختار مغز کاملاً انعطاف پذیره و توی هر سنی ممکنه که مسیرهای سیناپسی جدید ساخت که اصطلاحاً بهش میگن نوروپلاستیسیتی. اگه مسیر تو رو میترسونه، با کمک یه تراپیست میتونی امن‌تر قدم برداری. خودتو میتونی راحت‌تر کشف کنی. کمک بگیر، ولی اجازه نده که ترس تو رو جایی که دوست نداری نگهت داره. توی ویدیوهای بعدیمون بیشتر سعی میکنم راجع به اینکه چه عواملی رانگ سلف رو به وجود میارن صحبت بکنم. تا ویدیوی بعدی مراقب روح و روان وجود خودتون باشین.